بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درس امروزه ما در مورد غنه می باشد و این چنین احکام میم ساکینه. درس ششم هست. در درس قبلی ما در مورد احکام میم نون ساکن و تنوین یاد گرفته بودیم. امیدوارم که همش واضح باشد. خب اولا از احکامی یا از یعنی غنه، از بخش غنه سر میکنیم که غنه چی رو گفته می شود. توجه کنید، غنه یعنی از دماغ صدا خارج کردن. وقتی که نون یا میم مشدده باشد، یعنی بالایشون تشدید باشد، در حالت وقف و وصل، یعنی که هم در حالت وقف کردن و هم در حالت وصل باید با غنه دراز و کامل خوانده شود. اکنون مثال ها رو نظر کنید. من الجنتی، در اینجا ما میبینیم که نونی مشدده هست، بالایش تشدید هست. در اینجا هم و اینها مثال های میم مشدده می باشند. پس در اینجا ما باید در اینجا از دماغمون صدا خارج کنیم. همین گویا که ما کوشش میکنیم که صدای نون رو از دماغ خود خارج کنیم، در حالتی که دهان ما یا بسته باشد یا یعنی همین خیلی کمک باز باشد. یعنی عموما برای آن که ما از دماغمون صدای این حرف رو صدا خارج کنیم، دهان ما باید بسته باشد. از این سبب میگویم. پس این رو ما چطور تلفظ میکنیم؟ من الجنتی و الناس. خوب، وقتی که همین خیل با غنه، با یعنی صدای دماغی وقتی که شما تلفظ میکنید میخوانید، در همین دماغتون، در بینیتون باید فشار حس کنید. اگر فشار حس نکنید یعنی که شما شاید غنه نکرده ایستادید و باید در اینجا یعنی غنه رو دراز کنید. از چی سبب؟ از سببی که در اینجا دو تا نون وجود دارد و باید با غنه کامل خوانده شود، از سببی که این حرف متحرک هست، حرف مشدده هست. پس در اینجا باید وقتی غنه رو دراز کنید. به جایی که من بگویم من الجنتی جنتی، این هم غنه شد اما خیلی غنه کم هست، کافی نیست. از این سبب در اینجا باید تو مثلا تو یک حرکت بعضی وقت میگویند تو دو حرکت اقلا باید شما غنه رو دراز کنید. من الجنتی و الناس. در اینجا ولكن الله سلم. خب در اینجا هم ما غنه کردیم. اگر شما غنه رو نمیفهمید یا بعضی وقتی که من همین تجوید رو با اطفال درس میدهم، باید بعضی وقت ما غنه رو با لفظهای، با کلمه های خیلی ساده و آسان بفهمانیم. پس من با مثلا اطفال، با کودکان چه خیلی میفهمانم، با آنها شوخی کرده میگویم که همین نون رو یا میم رو از بینی تلفظ کن. وقتی که این خلکی میگویم، بعد یکم وقت دهانشون باز میشود، یکم وقت کوشش میکنن که دهان خود رو، زبان خود رو استفاده کنن. بعد من یعنی کودک‌ها چون که معده هستن، با آنها با شیرینی، با آرامی میگویم نه دهنت رو محکم کن، از بینی همگی بگوید، از بینی نون بگوید، از بینی یعنی میم بگوید، صدای همین نون و میم رو از بینی خارج کنید. آهسته همین خل بعد آنها یاد میگیرن. پس من چون که این رو تجربه کردم، بعضی وقت با کلانها هم همین خل میفهمونم، میگویم که وقتی که صدای همین حرف رو شما میخواهید که تنها با بینی تلفظ کنید یا از بینی خارج کنید، از دماغ خارج کنید، چی میشود؟ همان رو غنه گفته میشود. وقتی که کسی زبانش راست باشد و دهنش محکم باشد و بگوید یعنی از دماغش که خارج کند، همین رو غنه گفته میشود. خوب، و اکنون مثال برای میم. البته این مثال ها از التجوید المصور می باشد. حمالة الحطب. در اینجا فی الیم. این رو غنه گفته می شود. صحیفه بعدی رو نظر کنید. درجه های غنه، ازمینة الغنن. در اینجا 4 درجه ها ذکر شده هست. زمانه ها هم گفته می شود، یعنی که درجه هایی که یعنی زمانه ها یا درجه هایی که به مطابق همان درجه باید غنه کرده شود و نام های همین درجه ها الکی به مقدار غنه اشاره میکنند. در اینجا مثلا اکمل هست، یعنی که از همه کامل تر. اکمل که در آن نون و میمی تشدید داری ادغام شده می باشد، یعنی که از همه درجه اکمل یا اینکه
کامل ترین غنه باید در آن گاه باشد وقتی که نون و میم مشدد باشند و یا اینکه مدغم باشند یا مشددی مدغمه باشند. و دویم درجه کامله رو گفته می شود، یعنی که درجه کامل، غنه پره و کامل که در آن نون و میمی اخفا شده می باشند. و درجه سوم درجه ناقص رو گفته می شود، ناقصه، که در آن نون و میمی ساکنی اظهار شده می باشد. یعنی که وقتی که در اینجا که نون یا اینکه میم ساکن باشند، یعنی که آنها در حالت اظهار هستند، یعنی در حالت اظهار رو در نظر دارند. وقتی که بعد از نونی ساکن یا میمی ساکن، البته بعد از نونی ساکن یکی از حرف‌های حلقی بیاید و بعد از میمی ساکن یکی از حرف‌های هجا بیاید که بغیر از میم یا با باشد. خب این رو ظاهر اظهار گفته می شود، اظهار شده، میم یا نونی اظهار شده. و در اینجا که اخفا شده می آید، منظور این چیز، هدف این چیز، یعنی که نون یا میم بعد از نونی ساکنه یکی از حرف‌های اخفا می باشد و البته بعد از میم حرفی با می باشد که انشالله این رو ما بعدا می خونیم. و آخران درجه غنه درجه از همه انقص هست، یعنی که ناقصترین یا ناقصتر، که در آن نون و میمی حرکت دار می باشد. وقتی که نون یا میم حرکت داشته باشد، یعنی که چون که ما حرکت رو تلفظ می کنیم، درجه غنه خیلی کم می باشد، یک می شود و تمام می شود. خب این هست 4 درجه غنه و این 4 درجه رو فهمیدن برای قسمت بعدی خیلی مفید هست. توجه کنید، قسمت بعدی رو نظر کنید. مثال درجه اکمل، مثلا در اینجا ما میبینیم که نونی مشدده هست، در اینجا میمی مشدده، در اینجا نونی مدغمه، در اینجا هم میمی مدغمه. پس از این سبب هست که در اینجا شیخ ایمن چی میگوید که نون یا میمی تشدید دار باشد یا اینکه مدغمه باشد یا اینکه یعنی هر دویشون یعنی یک چیز هست. ولکن الله، اهمیت بدهید که چخیل ما این رو دراز میکنیم و فشاری که در دماغ ما می آید، صدایی که از دماغ خارج می شود به درجه کامل هست، به درجه کامل ترین هست. فی الیم فمن يعمل ما لهم من الله. در اینجا توجه کنید، فمن ولكن فی الیم، این رو درجه اکمل گفته می شود. درجه کامله این باید کامله باشد، نخواست در اینجا خطا شده است. در اینجا این مثال های چیست؟ نونی که نون یا میمی ساکنه که اخفا شده اند. پس در اینجا نظر کنید، انسان. در اینجا وقتی که من اخفا می کنم، اخفا با یک درجه غنه ظاهر می شود، یعنی که اخفا با غنه خوانده می شود. و همین فشاری که وقتی که ما کوشش می کنیم که همین نون رو پنهان کنیم اما به طرف مخرجش مائل می شویم اما نون رو پنهان می کنیم، در آن حالت هم از دماغمون ما حس می کنیم که یک کمی غنه ایجاد می شود، ظاهر می شود، به وجود می آید. در اینجا هم بوریکه در اینجا باید به لبها فشار داده نشود که انشاءالله در صحیفه بعدی شما میخوانید. اما باز هم در این حالت چی می شود؟ یعنی غنه به وجود می آید. ترمیهم بحجارت. خب در اینجا توجه خود رو در اینجا بدهید. ترمیهم این. خب این هست غنه اکمل و کامله، اکمل و کامل، که در بین اینها یعنی فرق کردن برای شاگرد مخصوصا ابتدا کننده کم اگر شاید دشوار شود و اینها خیلی به هم دیگر مانند هستند. اما وقتی که یک استاد تصحیح برای سالها وقتی که گوش میکند هم خطا رو میشنود، هم صواب رو میشنود، هم درست رو میشنود، یعنی فرق کردن رو بعد آهسته میشنود، فرق رو میشنود. بعضی وقت ما شاید دیگر اینجا خیلی زیاد استادهای تصحیح وجود دارند، خیلی بین ما استادهای تصحیح هست الحمدلله. شاید شما هم یعنی گپی من رو قبول کنید که وقتی که ما اینقدر سالها می شود یا چندین شاگردها رو گوش میکنیم تصحیح آنها رو،
تا یک درجه می رسد که ما بعضی وقت خطا رو شنیده می توانیم اما فهمانده نمی توانیم. فقط میفهمیم که در اینجا یک خطا هست، اما به همون شاگرد بعضی وقت گفته نمیتوانیم که یا شاگرد خودش شاید نفهمد. اگر ما فهمانده هم توانیم، شاگرد شاید درک نکند که ما منظورمون یا هدفمون چیست و شاگرد شاید فکر کند که من خطایی نکردم در اینجا. اینقدر زیاد وقت میشود برای اون که گوشی استادی که تصحیح را برای سالها شنیده باشد یا گوشها یا قوت شنیدنی قاری ها و قرا فرق میکند از کسی که ابتدا کننده است. صحیفه بعدی را نظر کنید. اکنون مثال غنه ناقصه و انقص. در اینجا چیست؟ نونی تنوین هست. خب و در اینجا نونی ساکنه هست، در اینجا میمی ساکنه. در اینجا چی می شود؟ اینها اظهار می شوند و سبب اظهار شدن یعنی غنه به درجه ناقص هست، کامل نیست، اما شنیده می شود. حتی برای یک مدتی خیلی کم هم باشد شنیده می شود. سمیعون بود، سمیعون میماند، چون بعد از این یکی از حرف حلقی می آید. سمیعون علیم. عن وقتی که میگویم اگر من همین خواندنم را اگر زپیس کنم و همین زپیس رو آهسته کنم کو همین غنه رو شنیده می شود، گرچند که برای یک مدتی خیلی کم هست. سمیعون همین عن که میگویم ببینیم همین در بینیم همین صدا رو الکی حس میکنم. ان همین که گفتم الکی حس میکنم در دماغم همین غنه رو. انعمت هم فیها. خوب و در اینجا چیست؟ غنه انقص هست، اینقدر ناقص هست که حتی یعنی هم حس هم کرده نمی شود و تا یک درجه حتی شنیده هم نمی شود. برای همین این رو ناقص تر گفته می شود یا از همه ناقص. در اینجا یک آیتی دراز رو همچون مثال پیش میکنند. شیخ ایمن قل بئس ما یأمرکم در اینجا ما در اینجا ایمانکم خب مانکم ایمانکم. در اینجا چون که ما همین دو حرفی که عموما حرفای غنه می باشند، چون که ما متحرک آنها رو تلفظ میکنیم، صدای حرکت چی میکند؟ شنیدن غنه رو دشوار میسازد. صدای همون حرکت صدای غنه رو میپوشاند گویا که. برای همین است که حتی شنیدنش خیلی دشوار هست. غنه رو شنیده نمیشه در اینجا، چون که چنان که گفتم حالا صدای حرکتی همون حرف صدای غنه رو گویا که میپوشاند، خیره میسازد. و در اینجا هم مؤمنین، وقتی که من میگویم مینی تا یک درجه من خودم شخصا حس میکنم در بینیم غنه را، اما خیلی حلقه هست، خیلی کم هست، اما جانبی مقابل شاید حس هم نکند و نشنود. خب این بود 4 درجه غنه و اینها هم خیلی مفید هستند برای درجه بعدی که درجه که بخشش برای یعنی برای بخشی بعدی که بخشی قاعده های میم ساکنه می باشد. پس در اینجا نظر کنید که میم ساکنه 3 قاعده می داشته باشد: الادغام، الاخفاء و الاظهار، و عموما اینها رو شفوی گفته می شود تا اینکه همین 3 عنوان رو 3 یعنی قاعده ها رو از قاعده های نون ساکنه و تنوین فرق کرده شود. برای همین عموما اینها رو ما چی میگوییم؟ ادغام شفوی، الادغام الشفوی، الاخفاء الشفوی، الاظهار الشفوی. خب یعنی که عموما اینها رو ما از کجا ایجاد میکنیم، از کجا به وجود میاریم؟ از لبهای ما، از لبانمون. پس از این سبب شفوی گفته می شود. خب یعنی که ادغام لبی، گویا که ما میگویم ادغام یا اخفا یا اظهاری لبی که از لب به وجود می آید. پس در اینجا چی نیست؟ در اینجا الاقلاب نیست، اما الاقلاب که هست خیلی با اخفا مانند هست، با اخفای شفوی. اقلابی نون ساکنه و تنوین با اخفای شفوی مانند هست، چنانی که شاید حالا ببینید. خب سر میکنیم از قاعده یکم که الادغام شفوی می باشد. ادغام شفوی اگر بعد میم ساکنه مثل آن میمی حرکت داری دیگری آید، ادغام کرده با غنه دراز و کامل خوانده می شود. پس در اینجا می بینیم که در مثال میمی ساکنه می آید. البته چون که این از مصحف مدنی گرفته شده است، یکی از قاعده های مصحف مدنی همین است که
این خیل میمی که در حالت ادغام شفوی می آید، این رو یعنی البته میمی مدغمه رو بالایش حرکتی ساکن رو نمیگذارند، اما در اصل هست. در اصل من برای شما فهمونده بودم که سکون باشد یا نباشد چیست، در آنجا سکون هست، یعنی سکون خودش به نبودن حرکت اشاره میکند. پس اگر خودی سکون علامت سکون باشد یا نباشد، در آنجا اگر دیگر حرکتی نباشد در حالتی سکون هست. پس در اینجا میم ساکنه وجود دارد و بعد از میم ساکنه مثل آن یک میم دیگر هست که در اینجا میم حرکت دار هست و از این سبب چی می شود؟ همین میم یکم به میم دوم مدغم می شود، ادغام می شود، یعنی درون کرده می شود و باید که ما همین میم دوم رو با غنه دراز و کامل بخوانیم. لکم ما. و اکنون در اینجا که نوشته شده است که میگوید که در اینجا با غنه کامل خوانده شود، در اینجا علاقه شما باید بفهمید که ما با کلمه غنه کامل چی هدف داریم، یعنی هدف ما چیست، یعنی که اکمل باید درجه از همه بالای غنه از همه درجه بالای غنه خوانده شود. خوب، و در اینجا نظر کنید ما لهم، در اینجا میم ساکنه ماست و بعد از همین میم ساکنه یک میم دیگر به مانند او می آید که صاحبی دارای حرکت هست. پس از همین سبب ادغام کرده می شود و این رو ادغامی شفوی گفته می شود و چنین خوانده می شود ما لهم من الله. این بود ادغامی شفوی و این چقدر فرق میکند از ادغامی نون ساکن و تنوین، چون که شما میدانید که در بخش نون ساکن و تنوین ادغام چی رو گفته می شود؟ وقتی که بعد از نون ساکنه و تنوین یکی از حرف‌های یرمولون بیاید، در آن وقت خودی حرفی نون ساکن یا نون تنوین با کلمه بعدی ادغام می شود، درون کرده می شود و حرفی که پیش از اینها هست به حرفی که بعد از نون ساکن هست چی می شود؟ پیوست کرده خوانده می شود. این از فرق بین این دو بخش. خوب، از این فرق خیلی خوب آگاه باشید و اگر در امتحان من از شما سوال کنم که ادغام چی رو گفته می شود، عموما من اشاره می کنم به ادغامی بخش نون ساکنه و تنوین و اگر من ادغامی شفوی بگویم پس به این بخش میم ساکنه اشاره دارم. اکنون بعدا نظر کنید الاخفاء شفوی. اخفای شفوی اگر بعد میم ساکنه حرفی با آید، باید حرف میم ساکنه رو پوشانده با غنه خوانده شود. لبها رو نباید با همدیگر فشار داده شود. مانندی ترمیهم هم. خوب، بحجارتین. اصلی جای اخفای شفوی در اینجا هست. ما میبینیم که بعد از میم ساکنه چی می آید؟ حرفی با می آید. در اینجا روشن تر هست. و ما هم. خوب، در اینجا حرفی با هست. پس چی می شود؟ در اینجا اخفا می شود، یعنی که میم پوشانده خوانده می شود و این صدا رو، این حکم رو، قاعده رو ما چه خیلی تطبیق میکنیم؟ همین وقتی تلفظ کردن میم که آید که شود، ما لبهان خود را با همدیگر می آریم اما فشار نمی دهیم. همین خیل با آسودگی سبک می گذاریم، یعنی نزدیک می کنیم به همدیگر اما فشار نمی دهیم و توجه صدا رو به دماغ می بریم. این خیل ما میم رو می پوشانیم. خب این رو اخفای شفوی گفته می شود از این سبب، چون که همین اخفا گویا که از لبها خارج می شود. همین که ما می پوشانیم با لبهان خود گویا که می پوشانیم و همین صدا گویا که در لبان ما نصفش در دماغ ما می باشد. خب پس در اینجا چطور تلفظ می کنم؟ و ما هم بمؤمنین. دقت کردید؟ و فرق بین اخفای شفوی و اخفای بخش نون ساکنه و تنوین چیست؟ که در بخش نون ساکنه و تنوین بعد از همین ها وقتی که 15 حرفی اخفا بیاید، باید نون رو یعنی پوشانده خوانده شود یا نون تنوینه رو باید اخفا کرده خوانده شود. اما در اینجا حکم دیگر هست. این چیست؟ این یعنی کمک مانند اقلابی بخش نون ساکنه و تنوین می باشد، اما اقلاب نیست. در بخش اقلاب نون ساکنه و تنوین چیست؟ بعد از نون ساکن یا تنوین وقتی که حرفی با باشد، در آن وقت باید همان نون ساکنه رو یا اینکه نون تنوین رو به میم باید تبدیل کرده خوانده شود. پس یعنی مانندی هست بین اخفای شفوی و اقلاب، اما یک نیستند. اکنون بخش الاظهار شفوی. اظهاری شفوی اگر بعد میم ساکنه بغیر از حرف میم و با
برای چی ما اینها رو استثناء میکنیم؟ برای آن که الکی برای حرف با یک قانون هست و الکی برای حرف میم یک قانونی جدا هست. پس باید ما این دو تا حرف ها رو باید استثناء کنیم. اگر دیگر حرف آید از حرف های هجا، حرف میم ساکنه رو واضح و مکمل تلفظ کرده می شود. مخصوصا بعد حرف واو و حرف فا توجه خاص باید داده شود. به مانندی هم فیها. این دو تا مثال رو برای همین قانون من آوردم و این دو تا مثال بعدی رو برای این تنبیه آوردم. پس توجه کنید، بعد از میم ساکنه ما چی میبینیم؟ حرفی فا رو میبینیم. خوب بخشیش، این هم برای تنبیه میشود. در اینجا نظر کنید، بعد از میم ساکنه چیست؟ حرفی لام. آیا حرفی لام میم هست؟ نه. با هست؟ نه. یکی از حرفی دیگر هست. پس در اینجا اظهاری شفوی میشود. یعنی که همین میم رو ما باید فشار بدیم، به مخرجش رسیم و فشار بدیم، درست تلفظ کنیم و تا درجه ناقصه ادغام کنیم. ام. و در اینجا هم بعد از این میم چیست؟ حرفی تا هست و حرفی تا نه حرفی با هست و نه حرفی میم. پس این میم رو باید ما با اظهاری شفوی تلفظ کنیم. ام لم تم. خوب، این خیلی باید ظاهر و واضح و مکمل تلفظ کنیم. و در اینجا تنذرهم. خب البته در اینجا چی می شود؟ اخفا می شود، اما ما این رو من حالا گفتن نمیخواهم. اینجا رو نظر کنید، میم ساکنه هست، بعد از این باز چیست؟ لام هست. لام الف هست، اینجا لام هست. پس باید باز هم در اینجا اظهاری شفوی کنیم. ذرهم هم لا. یعنی میم رو باید واضح کنیم. اکنون مقایسه به چی؟ مقایسه به این دو حرف دیگر واو و فا. وقتی که من این دو مثال رو برای شما پیش کنم، اهمیت میدهید که چخیل یعنی در اکثریت وقت بعضی ها در وقتی که بعد از میم ساکنه حرفی واو و فا بیاید، ناخواست چی میکنن؟ خطا میکنن. از سببی که مخرج واو و فا با مخرج میم خیلی قریب هست. پس من طریق درست و نادرست رو قرائت کرده برای شما میفهمونم. مثلا این مثالی مایدتر را اول نظر کنید. هم فیها. خب در اینجا هم آوردم هم فیها. این باید چی باشد؟ یعنی بعد از میم ساکنه میبینیم که حرفی فا هست. حرفی فا نه حرفی میم هست نه حرفی با. پس باید میم با اظهاری شفوی خوانده شود. پس ما باید بگویم هم یعنی همین میم را باید مخرجش رو واضح و مکمل تلفظ کنیم. هم فیها. خوب، و نگویم خف فیها یا هم فی. این خیل علدارش نکنیم مخرج این دو تا حرف ها رو و میم رو نخواست حذف نکنیم. خف فیها بگویم. مخصوصا وقتی که یعنی مردم تیز قرائت میکنن با شکل حدر، وقتی که تلاوت میکنن بعضی وقت این خیل نخواست میشود از پیششان، اما باید این میم ظاهر تلفظ کرده شود، چنانه که در اینجا با این سکون ظاهری اشاره کرده شده است در مصحف مدنی. و در این مثال واضحتر می شود خطا بعضی وقتی که بعد از حرف میم ساکنه حرف واو کی آید، نخست همین میم رو حذف میکند کسی که میخواند. این بجایی که بگوید ایدیهم و ما، میگوید ایدیهم و ما. یعنی این را گویا که حذف میکنند، ها را با واو میچسباند. مخصوصا اگر من تیز قرائت کنم نادرست چی طور میخونم؟ ایدیهم و ما خلفهم ولا. این نادرست هست و اما این خیلی خطای شایع هست. برای همین شما آگاه باشید که این خطا رو نکنید. این بود 3 قاعده میم ساکنه و درجه های غنه. از برای فایده باز هم این صحیفه های تجوید المصور رو برای شما پیش میکنم، گرچه که من فهمانده بودم، اما کسی که مصحف مدنی رو استفاده میکنن ببینید که علامت ادغام المیم ساکنه فی ضبط المصحف تجریدها من السکون و تشدید الحرف التالي نحو. در اینجا وقتی که قاعده ادغام میم ساکنه بیاید، خودی میم ساکن سکون نمی داشته باشد، برای اون که به قاری و قاریه اشاره کند که در اینجا باید میم از این میم گذرید و همین حرف رو به همین حرف یعنی چی کنید؟ پیوست کنید و این میم به این میم چی می شود؟ ادغام می شود، داخل می شود. پس این میم خالی می باشد حتی از سکونش. اما در صحیفه بعدی نظر کنید، برای اخفای میم ساکنه هم چی می شود؟ میم یعنی سکون نمی داشته باشد. قاعده مهم همین است که میم خودش سکون ندارد و حرفی بعدی هم چی ندارد؟ تشدید ندارد. چنانه که در اینجا هم
گفته است که علامت اخفاء المیم الساکنة فی ضبط المصحف تجریدها من السکون. سکون نداشتن، مجرد بودن. تجرید یعنی مجرد، جرد یجرد تجریدا، همین از همین کلمه است، از جرد، از جهت علم صیغه. مجرد بودن، خالی بودن از سکون با نداشتنی تشدید در حرفی بعدی. پس حرفی بعدی چنانی که میبینید چی ندارد؟ تشدید ندارد. در صحیفه سوم برای اشاره کردن به اظهار میم ساکن، البته میم بخشش بالای میم همین علامتی سکون رو گذاشته می شود. پس در اینجا هم میگوید علامت اظهار المیم الساکنة فی ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غیر نقطة فوق المیم. همین علامت سکون رو بالای حرف گذاشته می شود. این رو چی میگوین؟ سری خا، رأس الخاء، سری خا. وقتی که خا نوشته می شود این چی است؟ گویا که سری خا هست. خب به هر حال علامت سکون در نظر دارد. در اینجا انشالله بس بعضی سوال ها رو میکنم شما جواب بدهید. خب سوال یکم اینجا این است که در اینجا، یعنی که در این عباره یا در این کلمه و کلبهم باسطون، کدام قاعده تطبیق می شود؟ بفرمایید. یا نامهای خود را در چت نویسید که من نامی هر کس رو گرفته موقع بدهم، یا همین خیل بفرمایید. در اینجا استاذه قاعده اخفای شفافی می شود در میم. بعد از میم ساکنه حرف با بیاید در اینجا میم اخفا می شود. و کلبهم بسیطو. اخفای شفاوی رو درست کردید، اما کمک یعنی اشتباهات هست. به هر حال جوابی درست. من اکنون یک بار جواب رو تکرار میکنم. و کلبهم بسیطون. در اینجا میبینیم که بعد از میمی که یعنی ساکنه هست با می آید. از این سبب اقلاب نه، اما اخفای شفاوی با وجود می آید، چنانی که درست جواب دادک. خب سوال دوم، در این کلمه، در این عباره کم من فئتین، کدام قاعده تطبیق می شود؟ البته قاعده میم ساکنه رو در نظر داریم. قاعده ادغام مثلین با غنه میگیرد. بهترین یک باری دیگر بفهمونید. بعد از حرف میم ساکن، وقتی که حرف میم ساکن با حرف میم روبرو می آید ادغام مثلین با غنه میشه. کم من فئتین. بهترین، بارک الله فیکی. گفتن که بعد از میم ساکن یک میم دیگر چون که می آید در اینجا ادغام می شود. ادغام شفوی یعنی ادغام مثلین. انشالله مثلین و متجانسین و غیره رو در تحفة الاطفال من برای همتون می فهمونم. درست جواب دادن. سوالی سوم، در اینجا عنهم سیئاتهم، کدام قاعده تطبیق می شود؟ یکم کسی دیگر جواب بدهد. در اینجا میم ساکن یعنی اظهار کرده خوانده می شود و غنه‌اش ناقص می شود. اگر که میم ساکن غیر از به حرف با و میم دیگر باقی مونده حرف ها که روبرو شود اظهار کرده خوانده می شود. عنهم سیئاتهم، میم را پر کرده خوانده می گذاریم. بهترین، احسنتی. چهارم، بخش میم ساکنه چند قاعده دارد؟ یکم کسی دیگر. بله استاد جان، گفتم که میم ساکن سه قاعده داشته است. این هم باشد اظهار شفاوی، ادغام شفاوی و اخفا شفاوی. بهترین، درست جواب دادید، احسنتی. پنجم، اخفای شفاوی چی را گفته می شود؟ اخفای شفاوی وقتی که میم ساکن حرفی با روبرو شود اخفای شفاوی. بهترین، بله آوازتون کمک دیر رسیدک، برای همین. ششم سوال، ادغامی شفاوی چی را گفته می شود؟ ادغام شفاوی اگر بعد از میم ساکنه حرفی میم تشدید دار مشدد دار بیاید حرف میم ساکنه رو با اون در آورده میخونم. قاعده‌اش هم خلاص. درست. وقتی که میگوین مشدد ضرور نیست که بگین مشدد، بهتر است که بگین متحرک، چون که متحرک هم باشد الکی چی می شود؟ یعنی باید ادغام کرده شود. اکنون اظهار شفاوی چی را گفته می شود؟ اظهار شفاوی گفته یعنی روشن خواندن میم ساکن را در نظر دارد. یعنی اظهار خواندن میم ساکن با ساکن اصلی می آید. میم با درجه ناقص کرده ادغام غنه‌اش را درجه ناقص کرده خوانده می شود. غیر حرف با و حرف میم باقی مانده حرف ها اظهار اگر با میم ساکن آید اظهار کرده خوانده می شود. احسنتی، ماشاءالله. بهترین جواب. سوالی هشتم، غنه چند درجه دارد؟ غنه 4 درجه دارد: اکمل، کامل، ناقص و ناقص‌تر. بهترین. خب سوالی نهم، در کدام حالت غنه ناقص‌تر یعنی انقص کرده می شود؟
در حالتی که حرف میم ساکن نه، در حالتی میم و نون حرکت دار بودنش ناقصتر غنه کرده میشه. بهترین، بله، انقص، غنه انقص میاد، ناقصتر. خب و اکنون آخران در کدام حالت غنه اکمل کرده می شود؟ غنه اکمل کی میخواد جواب بدهد؟ غنه اکمل یعنی که اگر نون با نون یعنی با تشدید و میم با میم یعنی با تشدید دیده شود، در اینجا اکمل کرده میشه. درست جواب دادید. وقتی که نون و میم با تشدید با مشدده باشند گفتن که باید غنه اکمل کرده شود. بهترین بارک الله فیکن. همتان بهترین جواب دادید. در همین جا درس به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.